خب میخوام فلسفه این که وقتی یکی میخواد یه راه دوری بره پشتش آب میریزن و بهتون بگم. داستان جالبی داره. هرمزان دلاور مردی بود که تو جنگ قادسیه به شدت اعراب کشت. خار و مادر عربا رو آورده بود جلو چشش، ولی خب بالاخره دستگیر شد و گرفتنش. خلیفه که عمر ابن خطاب رضی الله عنه بود دستور داد این هرمزان رو بیارید، من میخوام خودم اینو بکشمش. هرمزان رو کت بسته بردن خدمت خلیفه. عمر وقتی باش چش تو چش شد بهش گفت آخرین خواستت رو بگو. گفت تشنمه. یه کاسه بزرگ آب براش آوردن. هرمزان وقتی میخواست که کاسه رو بیاره بالا و سر رو خم کنه آب رو بخوره میترسید که از پشت گردنش رو بزنن. خلیفه گفت چرا نمیخوری؟ گفت میترسم موقعی که بخوام آب بخورم منو بکشی. خلیفه گفت به والله تا آبو نخوری نمیکشمت، تا این آبو نخورده باشی نمیکشم. هرمزان هم همون لحظه آبو خالی میکنه زمین. عمر وقتی این صحنه رو میبینه میگه والله که بخت از ایرانی برگشته بود و الا با این هوشی که اینا دارن ما هیچ وقت به اینا نمیتونستیم چیره بشیم. بخت ایرانی برگشته بود. و هرمزان به خاطر همین حرکتش کشته نشد و تا آخر عمرش زنده موند. از اون موقع به بعد رسم میشه وقتی یکی یه راه دوری میخواسته بره پشت سرش آب میریختن که زنده بمونه. این فلسفه اون آبیه که میریزن پشت مسافر.